ساعات پیش محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در بخش مستقیم به گفتگوی نوبتیش پرداخت. کبیری درباره قرار اخیر دادگاه عالی تاجیکستان مبنی بر تروریستی اکستریمیستی اعلان شدن پیمان ملی تاجیکستان صحبت کرد و موضع پیمان ملی در خصوص این قرار غیرقانونی را بیان نمود. همچنین رهبر پیمان ملی به پرسش شهروندان نیز در این برنامه پاسخ داد. رهبر پیمان ملی تاجیکستان اظهار نمود که مقامات تاجیکستان ضمن متهمسازی یک نفر بدون اینکه تفتیش و مرافعه سودی صورت گیرد الکی عیب اعلان کنی را سر میکنند، چی رسد به یک سازمان سیاسی. مقامات که بدون هیچ ملاحظه قادر است با چنین قانون شکنی آشکار دست زند. من کردن یک حزب، یک سازمان و اعتراف کردن او همچنین یک سازمان تروریستی کاری ساده و اندک نیست. ما میدونیم از رسانه‌ها، از تجربه حقوقی کشور که حتی اگر یک مثلا دزدی خرد هم رخ بدهد، یک راهزنی، یک کاری نه آنقدر سنگین در تاجیکستان یا قانونشکنی رخ بدهد، شما میبینید که هم مقامات امور داخله، هم مقامات تفتیشاتی، پروکراتورای گنرالی، دادگاه بلافاصله آن را رسانه‌ای میکنند و تا اینکه مردم از آن آگاه باشند. چگونه میشود نسبت یک سازمان که عبارت از 4 تشکیلات هست و اون هم سازمان اپوزیسیونی، سازمان سیاسی، یک پرونده را آغاز کرد و جامعه را در جریان نگذاشت. محیدین کبیری گفت تصمیم تروریستی و اکستریمیستی اعلان کردن پیمان ملی تاجیکستان نهایت آسیب سرانه و بدون هیچ سنجش گرفته شده است. و خب اگر بالفرض حالا نمیدونم با هر دلیل پروکراتورای گنرالی لازم دانسته است که این مسئله را از مردم تاجیکستان پنهان نگه بدارد، دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان چرا بعد از آن که این پرونده وارد شد اعلان نکرد که چنین یک عریضه از طرف پروکراتورای گنرالی وارد شده است؟ حالا بگذریم از این، هم در اون مرحله اعلان نکرد. اگر قرار را قبول کرد، برای چی 2 ماه تأخیر کرد در اعلان این مسئله و اون هم برای چی در روز تعطیل در سایت خبری خود گذاشتن؟ اینجا سوالها خیلی زیادند و تمام این سوالها و فکتها، دلیلها بیانگر آن هستند که هیچ محکمه نگذشته است و هیچ عریضه دعواگی از طرف پروکراتورای گنرالی تا 15 اوگوست وارد نشده است و احتمال زیاد دارد و طبق آن معلومات هایی که ما از پایتخت از دوشنبه گرفتیم از سرچشمه های معتمد، این قرار درباره من و درباره تروریستی اعتراف کردن پیمان ملی جمهوری تاجیکستان بعد از انجام کنفرانسی OBSE در شهر ورشاو در یک حالت بسیار عصبانی و در یک حالت سراسیمه‌وار گرفته شده است. بعد سخنرانی رهبر پیمان ملی تاجیکستان به یک چند سوالهای کاربران شبکه‌های اجتماعی جواب داد. همچنین رادیوی پیام به 3 سوال شنوندگان خود از محیدین کبیری در این صحبت آنلاینی جواب گرفت. به سوال رادیوی پیام که پرسیده شد پس از شروع عملیات نظامی ترکیه در سوریه 10 زیاییان و شخصیت‌های نمایان تاجیک آن را محکوم کردند و گفتند اردوغان دست از کشتن مردم کرد بردارد. همین زیاییان وقتی 10 تاجیک در زندان‌های تاجیکستان کشته شد، 10 نفر بیگناه زندان شدند، صدای بلند نکردند. چرا امروز ما خودکش و بیگانه پرور شده ایم؟ علت در چیست؟ محیدین کبیری در جواب گفت پیش از همه خرسند است که حیثیت انسان دوستی زیاییان تاجیک غلبه کرده است و ظلم را محکوم کردند. کبیری گفت امیدوار است که در آینده این نفران به خاطر هموطنان خود نیز صدا بلند خواهند کرد. خدا را شکر بگیم که حداقل در یک قضیه بین المللی برخی از هموطنان ما صدا بلند میکنند و شاید که جرأت و جسارت بلند کردن آواز نسبت هموطنان خودشون در زندانها را ندارند، اما اگر نسبت یک قضیه بین المللی دیگر چه در افریقا، چه در آسیا، چه در سوریه اگر صدا بلند کنند، طبیعی است که آنها زندانی نمیشن، مالکیتشون گرفته نمیشد و از همین طریق آنها یا قرض انسانی خود را انجام میدن، قرض تاجیک بودن یا که ایرانی اصل بودن. برای مثال اگر که نسبت دخالت ترکیه یا هجوم ارتش ترکیه به خاک سوریه بخصوص در اون منطقه کردنشین صدا بلند کرده باشه، من فکر میکنم اینجا بیشتر با دلیل آنکه
یک قرابت ارقی بین ما تاجیکان و کردها هست و حالا نه به خاطر آن که کی حق است و کی ناحق است، فقط به خاطر همدلی و همرأیی با همجنس، همخون و همفرهنگ و همدین خود هست که این هم خدا را شکر که حداقل در یک مسئله این هموطنان ما صدا بلند میکنند. من امیدوارم که مرحله بعدی این عدالت خواهی و انصاف طلبی آنها بیشتر رشد خواهد کرد، جوش خواهد زد و خواهند دید که در وطن خودشان، در نزد خودشان هم جنایت‌های صادر می‌شود، تجاوزهای صورت می‌گیرد و انشاءالله روز می‌رسد که نسبت این هم صدا بلند خواهند کرد. به سوال دیگری رادیوی پیام، آیا پیمان ملی تاجیکستان لایحه قانونی افرا که اعلان شد و باید به نزدیکی صورت بگیرد تحلیل نموده است؟ به اندیشه شما در این 20,000 نفری عفو می‌شدگان آیا محبوسانی که اکثر به خاطر دیگراندیشی زندان شده‌اند شامل خواهند شد یا نه؟ محیدین کبیری چنین پاسخ داد: متأسفانه اکثر زندانیان سیاسی ما شامل این عفو نخواهند شد و شاید برخی از آنها شامل شوند، چون اونجا بعضی استثناهای دیگر رو هم وارد کردن که کسانی که با ماده‌های تروریسم محکوم شدند یا کسانی که گناه خود را اعتراف نکردند و طلب عفو نکردند، اونها شامل این عفو نمیشن. شما میدونید که اکثر زندانیان سیاسی ما با همین ماده ها محکوم شدند یا آنها گناه خود را اعتراف نکردند و من میترسم و نگران آن هستم که آنها شامل این عفو نخواهند شد. اما این عفو هم یک عفو معمولی است. ما وقتی که سالهای قبلی هم در پارلمان قانونهای عفو را یا قبول میکردیم یا پیشنهاد پرزیدنت را تصویب میکردیم درباره قبول قانون عفو، معمولا همین گونه عفو قبول میشد که شمار زیادی از زندانی ها شامل عفو میشدند و معمولا کم آدم ها از زندان آزاد میشن، بلکه اکثر این 20,000 کسانی هستند که یا سال زندانیشون کمتر میشود، 2-3 سال بعد تا 5 سال، یا کسانی که در مرحله تفتیش و محاکمه هستند اونها بخشیده میشوند. و در هر صورت همه گونه قانون عفو خوب است، مثبت است، حالا فرق نداره که اون با چه نیت و غرض قبول شده است، اما نتیجهش این میشود که یک مقدار از هموطنان ما جزایشون سبکتر میشود، برخی به نزد خانواده‌هاشون برمیگردند. اما این نکته را باید گویم در اینجا که مردم عزیز باید خیلی هوشیار باشند، خیلی تلاش کنند که مورد سوء استفاده منصبداران قرار نگیرند، چون از تجربه میدونیم که در همین شب و روز دری فساد و رشوه‌ستانی باز میشود. اونهایی که باید این قانون را عملی کنند و بدون استثناء هر چه زودتر مسئله را کشال میدن، حتی برخی از زندانی ها را میترسانند با آن که فریب میکنند، میگن که مثلا شما وارد این قانون عفو نشده اید، اما اگر فلان مبلغ را به ما بدهید ما شما را مورد عفو قرار خواهیم داد، در صورتی که قانون الکی آنها را عفو کرده است. اما اینها استفاده میکنند از این قانون و خش و تبار زندانی ها را میترسانند، فشار میارند خود زندانی ها را، و این یک موسمی هست که کسانی که قانون در دستشون است، کسانی که مسئول زندان ها هستند، صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار کار میکنند از حساب زندانی ها، از حساب خش و تبارانی آنها. من دعوتم از همه هموطنان این است که مورد سوء استفاده قرار نگیرند، یک کمی صبر کنند. اگر قانون عفو پیش بینی کرده است که این قانون در دوام 3 ماه عملی شود، 3 ماه صبر کنند. اگر در دوام 6 ماه است، 6 ماه صبر کنند تا اینکه این نزدیکان آنها بدون کدام پاره و رشوه دادن از زندان آزاد شود، این مبلغ را در یک کاری بهتر صرف کنند. اگر بالفرض آزاد نشد، شما میتوانید به دادگاه مراجعت کنید، به پروکراتور مراجعت کنید و تقاضا کنید که این نزدیک شما، خش شما باید عفو میشد و بلافاصله باید که عفو نسبتی او تطبیق شود. سوال آخرانی رادیوی پیام در این صحبت مستقیمش به محیدین کبیری این بود که برای با راه مسالمت آمیز به نتیجه رسیدن برای معین سازی و علامت گذاری در مرز با قرقیزستان پیمان ملی تاجیکستان چی پیشنهادی دارد؟ پیشنهادی که در آن تمام منفعت‌های ملی حفظ شود؟ اولین کاری که حکومت تاجیکستان میکند باید پشتیبانی کامل خود را از مردم مرزنشین تاجیک نشان بدهد، بخصوص
این فعالیت ها و قانونشکنی هایی که مثل ابله و اینها رو در بین مردمی چارکوه و واروخ اینا قطع کند، بلکه علاوه بر این باز تکرار میکنم مردم چارکوه، مردم واروخ و بسیاری مردم مرزنشین تاجیکستان تا وقتی که مردم دارد از مرزهای خود دفاع میکند از خدمت ارتش آزاد کرده شوند. این کمترین کاری است که حکومت تاجیکستان برای مردم خودش میکند. اگر حکومت تاجیکستان که از دستش کار نمیآید به مردم اجازه دهد مردم را پشتیبانی کند، همین ملت تاجیک خودش مرزهای خودش را حمایت کرده میتواند. اما در مسئله علامتگذاری مرزها اینجا باید که اراده هر دو طرف باشد و مردم قرقیزستان پشتیبانی از حکومت خودش میکند و حکومت قرقیزستان هم که یک حکومت انتخابی هست و میداند که ملتش در پشتش است، با تمام قاطعیت و جسارت پیش می رود و حرفی برای گفتن دارد. حکومت تاجیکستان که یک حکومت از مردمش جدا شده هست، از طریق انتخابات مردمی سر قدرت نآمده است، یک حکومت فساد زده هست و از مردم که میترسد نمیتواند به مردم پشتیبانی کند. برعکس از قرقیزها دیده از مردمش بیشتر میترسد و تمام اون نیروی ارتش و پلیس و امنیتش رو به جای آنکه در مرز ماند و علیه کشورهای دیگر استفاده کند، علیه ملتش استفاده میکند. من فکر میکنم اینجا باید اراده قوی داشت و روند علامتگذاری را در یک حالت بسیار طبیعی و با نظرداشت منفعت‌های ملت و دولت باید که آغاز کرد. در همین شب روز اگر روند علامتگذاری آغاز شود، من مطمئنم که حکومت تاجیکستان بای خواهد داد، چون تجربه نشان داد قرقیزها در این مسئله خیلی با اراده هستند، قوی هستند، قاطعانه رفتار میکنند و بعضی اهرم‌های فشار دارند که از آن استفاده میکنند، مثل اون تجارت خانوادگی رحمانوف که بسیاری مالهای قاچاقیشان از مرز قرقیزستان میگذرد و این معلومات ها را حکومت قرقیزستان دارد. برآمد پروژه رهبری پیمان ملی تاجیکستان فردا 18 اکتبر ساعت 13 و تکراری آن ساعت 19 به وقت مسکو در رادیوی پیام صدا خواهد داد. مهاجران کاری تاجیک که در وقت کار امکان تماشای این نوا را ندارند می توانند توسط تلفن همراه با کمک یک گوشی این و دیگر برنامه های رادیو پیام را گوش کنند.